ماشاءالله سعید. خواهر کوتاه بیا بابا، چه موقع جان آقا سعید؟ نوبت آقا سعید بدبخته. حالا مثلا عاشق خوردی الان آمدی چپیدی تو سعید میخوای در اگه سعید به چخ نرفت من این مچ من میذارم ها. چه ادامهشو کردی؟ ببین. بری چه رفتین تو پارک اصلا شما؟ کردم فکر کنم سرشون گیج نره. آقا سعید آقا سعید گفت قبول دارم سرشون گیج نره؟ آقا سعید در آن واحد شد مته داره زمین سوراخ میکنه الان. آقا سعید ورد بکن. اشیا به خانم گیر میده، مسئولیت خانم با شما. سعید جان بکش پایین. بابا چه بگم؟ خودشه بکش پایین تمامش بکن سعید جان. و عیبت میکنن اصلا رفتی تو پارکی هی خجالت بکش پیرمردگی بغل دسته. آقا سعید دستت ورد بکنه فرد میده اون ور پارک زمین سوراخ میکنه. یعنی بین یه میره پایین. چه؟ چه؟ سعید آقا سعید من شما رو قبول دارم. آقا سعید بیزانه آقا سعید یه خانه هم میاد فکرم الان فقط تو وردار دست سر این چه وردار. ثابت بکنی آقا سعید؟ یه چوکات راضیش بکنی برین خانه دیگه فکر کنم الان خانه هم آقا میاد. بجز ما هم راضی شدیم ما باشید میام خانه ورد بکن آقا سعید بابا تمامش چه بکن. کردی اون گرفتی ولی اینجا در میره. خدا خیلی الان مایه بین گوشی تا بین میره. مایه چه؟ بین میان گوشی. نکو بابا این گلبی که سیبیلیشو داره اردن هی این گیج چه می‌زنی. شیرین کاریه. ورد بکن. مردم میرن ولی من یه روش مغزدن هی ندیده بودم تو زندگیم. بابا مامان چجور عاشق هم دیگه شدیم؟ ولی بابا مثل بافرنک میخورد منم عاشقش شدم. مثل چه؟ بافرنک یعنی فرفره.